خیلی از ما میپرسید کارت سوخت ماشین رو چجوری پیگیری کنید. اگر که وارد کردید وارد این صفحه میشید. این سامانه در واقع مال شرکت ملی پخش فرآورده نفتی ایران هست. دو تا گزینه بارش هم سامانه ثبت درخواست صدور کارت هوشمند سوخت. من گزینه دوم رو ورود با نام کاربری کلیک میکنم. قسمت ثبت نام حقیقی کد ملی رو وارد میکنم. گزینه بعد شماره همراه رو وارد میکنم و گزینه بعد هم تاریخ تولد و این کپچه‌ای که کپچه انگلیسی هست رو شما باید وارد کنید و بعد اینتر میکنید و ثبت نام میکنید. توی قسمت بعدش حالا من از قبل ثبت نام کردم، میایین توی قسمت ورود نام کاربری میشه کد ملیتون، رمزون رو که خودتون تعریف کردی براشون. اینجا یه کپچه انگلیسی داره که میخواد تشخیص بده ما ربات نیستیم. BLF 8C. اینجا ورود به سیستم میزنید. گزینه بعد از این یک کد برای شما پیامک میشه. اینو حتما دقت کنید. کد واسه یه کسی پیامک که سیم کارت به نام خودش، یعنی مشتری اومده پیش من میگه اقدام من نمیتونم وارد سایت بشم، کد برای من نداد چون سیم کارت به نامش نبوده. سیم کارت باید حتما به نام شخصی باشه که کارت سوخت رو میخواد دریافت کنه. خب کد برای من پیامک شده. ورود به سیستم رو من میزنم. وارد سیستم شد. شما اینجا من حالا درخواست دادم، درخواست کارسوخت دادم. توی این پنل داشبوردتون میتونید اینها رو چک کنید. مثلا تعداد درخواست یه دونه دارم، من الان مشاهده رو میزنم. تو اینجا شماره درخواست من رو آورده، شماره درخواست، شماره پلاک، سیستم ماشین من سایپایی بوده، رمز کارت سوخت 7636، کد تحویل رو اینجا نوشته که شما از پستچی میتونید بگیرید. من تا اگر بخوام ادامه این داستان برم کارت من کجاست و آیا به دست من رسید یا نه، پیگیری درخواست رو میزنم. اینجا کاملا به من نشون میده که ثبت درخواست چه تاریخی انجام شده، در انتظار بررسی بوده، تولید شده، توزیع شده کارت سوخت. بارکد پستیش هم به من میتونم اینجا کپی کنم. حالا من اینو کپی میکنم میارم اینجا می‌نویسم کد پستی، سامانه اداره پست رو برای من میاره. من اینجا خیلی راحت میتونم استعلام بگیرم که کارت سوخت من کجاست و در ادامه کارت سوختم رو پیدا کنم. این واسه دوستانی که دنبال کارت سوختشون بودن.